بگیر آقا بگیر وقتشه. خوب نیستم بزن اون برای قشنگ بگیر آقا. جان قیمتش همیشه رو می‌بینیم. آقا ایشالله زودتر نابود میشن. خوب کاری میکنی آقا بزن. صاحب شدن و نمیدونم کجا بفهم آقا بفهم. 300 میلیارد زنج نور 300 میلیارد مال 20 خاطر. آقا برای چی عراق باید وام بدیم؟ برای چی 350 میلیون دلار آقا باید به عراق بده؟ مگه ملت بدهکار عراقن؟